کانون فرهنگی رودکی یک سازمان اجتماعی فرهنگی و خاطر به آن آوردن همبستگی تاجیکان و برپا شده است. همچنین به خاطر تشویق فرهنگ تاجیکی، موسیقی تاجیکی برای هلندیا. برای چی سازمان برپا شد؟ به خاطر که ما تاجیکان دارم هر روز ما بیشتر میشویم در هلند و ضرورت این سازمان به میان آمد. یعنی ما باید این سازمان را برپا میکردیم که مردم تاجیکان یک مرکز فرهنگی، یک کانون فرهنگی داشته باشند که نیاز به این دارند امروز. دیگه ما به خاطر این کانون اسمش به نام استاد رودکی گذاشتیم، رودکی. و ما امروز با اشتراک هنرمند اولین کاری که ما شروع کردیم کنسرت پروین یوسفی را تشکیل دادیم، برپا کردیم در شهر روتردام و نیت داریم فردا روز 2 اپریل همایش تاجیکان و همچنین فارسی زبانان در شهر المره برپا کنیم که شخصیت‌های برجسته از تاجیکستان، استاد گلرخسار، دولتمند خان، پروین و شاعران و نویسندگان از تاجیکان افغانستان و از ایران دعوت شدند. حدود 200 نفر و سفارت تاجیکستان در این نیت نیک همکاری دارم. همچنین سفیر تاجیکستان جناب سفیر آقای ارکی رحمت الله اشتراک میکنند. ما کوشش میکنیم که یعنی این شناسایی، یعنی معرفی ما تاجیکان است. اولین گامی که ما در این راه میگذاریم. امیدوارم که موفق میباشیم. به خاطر بسیار امروز تاجیکان به این سازمان، به این کانون نیاز دارن که با هم سال 2 دفعه 3 دفعه روزهای تاریخی تاجیکان رو با هم جشن میگیریم.